درود بر دوستان عزیزم. دوستان، امیر زمانی هستم از پیج دنیای پولیش. لطفاً ساب و لایک یادتون نره و ما رو در اینستاگرام دنبال کنید. همونطوری که ملاحظه میکنید یه سری کاتالوگ جلوتونه، یعنی بروشور در واقع، که حالا شماره تماس و پیجمون روش هست و تقریبا متوجه خواهید شد که چه محصولاتی رو میخوایم به شما معرفی کنیم. محصولات 0 تا 100 پرداختکاری سایش و برش رو امروز میخوایم به شما معرفی کنیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم و سلامت و پر از پول باشیم. با گیرانسای 6x50 شروع میکنیم. اول گیرانسای 6x50 رو به شما معرفی میکنم. این گیرانسا 60 لایه داره و 15 سان ضخامت داره و در واقع برای مصرف اصلیش برای کارهای زرگری و طله‌سازی پولیش طلا استفاده میشه که اینا در واقع با واکسای خارجی، واکسای منظرنای صورتی و سفید و آبی در واقع استفاده میشه که در ادامه کلید من اونا رو به شما معرفی خواهم کرد. حالا این باز ما خودمون تولید داریم، گیلانس باریکتر هم میزنیم که اینا رو برای استیل استفاده میکنن. الان امروزه برای در واقع باک و رینگ بیشتر در واقع این نازک‌ها رو برای رینگ‌های استیل استفاده میکنن که مال ماشین‌های سنگین هستش. سفیدش هم هست نرم‌تر. این هم سایزه باز کوچکتریه و همین نوع گیلانس رو میان برای مثلا رینگ ماشین دریلی به این صورت میتونید یه پیچ تبدیل ببندید و سر دریل هم کار کنید. یعنی که میتونید وسط اینو یه سوراخ 13 بزنید، یه مته 13 بزنید، از مرکز سوراخش رو در واقع یه مته 13 بزنید که لنگ نزنه و سر مینی فرزتون ببندید و کار کنید. حالا گیلانسای کتون هم ما اینجا داریم که سایزهای مختلف داره. گیلانسای لی هستش که دوخت ریز داره، بله. در ادامه به همین گیلانس لی که حالا قطر 20 سان 15 سان هم سر دستگاه رومیزی میتونید ببندید، هم میتونید مرکز یه سوراخ 13 بزنید سر دستگاه فرزتون ببندید، فرز آهنگری. و از 20 سان به بالا همونجور که ملاحظه میکنید دوخت کاملا ریز، پارچه کاملا نو و درجه 1 که حتی تا سایز 5 سانت هم ما میتونیم برای شما تولید داشته باشیم. بعد از گیلانسای لی همونطور که صحبتش بود گیلانسای کتون هست که باز اینا هم 2-3 مدل پارچه داره، تا 5 سانتش هم باز ما اینجا تولید کردیم. بعد از این گیلانس ها میخوام بهتون در واقع گیلانس های کنفمون رو معرفی کنم. گیلانس های کنفمون گیلانس های حالا الان چین دارشه. در ادامه از گیلانس‌های کنف در 2 مدل رو به شما معرفی میکنم. گیلانس کنف چینی داریم، گیلانس کنف هندی داریم که اینا جفتش در ایران داره تولید میشه. گیلانس ترک هم داریم که
5 لایه در 40 سانت که اونم در ادامه عکسی میارم و بهتون نشون میدم. همینجوری که ملاحظه میکنید دوختای کاملا ریز. این نوع کنفا رو هم میتونید روی دستگاه موتور پرداختتون ببندید. حالا تک لایه هست، 2 لایه، 3 لایه، هر چند لایه بخوایم ما اینو اضافه میکنیم و به شما تحویل میدیم. هم روی فرز بزرگ میتونید مرکزش رو گفتم سوراخ 13 در بیارید، از مرکز یه مته 13 بزنید و سر دستگاه فرزتون ببندید. خب دوستان، امیدوارم که سرتون سر نرفته باشه و ساب و لایک یادتون نره. دوستان عزیز، گیلانس چیندار ترکیه داریم. گیلانس های چیندار صورتی یا قرمز ترکیه گیلانس های تقریبا زبری هستن و برای پرداخت استیل کاملا مناسبه. گیلانس های چیندار 40 سانت چینی هم موجوده که اینا پارچه خیلی نرمتری دارن و کیفیت خیلی پایین تری دارن، اما قیمت مناسب تری در واقع دارن. گیلانس چیندار چینی هم داریم که اینا رو همونجور که گفتم میتونید از پیج دنیای پلیس ثبت سفارش کنید. 25 سان و 30 سان در 32 لایه، در واقع ترکا هم 32 لایه هستش. گیلانس چیندار ایرانی هم که تولید خودمونه، میتونید اینم از ما تهیه کنید هر سایزی که بخوای، هم مینی سر فرز مینی، هم سر فرز بزرگ و هم سر دستگاه‌های موتور پرداخت و رومیزی. میخوام شما رو با سامادهای هزار لامون آشنا کنم. سامادهای هزارلا رو ما میتونیم در 2 مدل ترک و ایرانی به شما ارائه بدیم. سامادهای هزارلای ترکمون همینطوری که مشاهده میکنید با سامادهای آلمانی در واقع درست شدن و ساماده های حالا سایزهای 165 در 50 250 در 50 200 در 50 همه سایزش هم موجوده. و ساماده هایی که توی ایران داریم تولید میکنیم با ساماده آلمان، کره و ساماده یونانی درست میشن که همه ساماده هاشون با کیفیت بالا و درجه 1 هستن و بستگی داره به نوع کاری که شما دارید. برای چوب بخواین یه نوع ساماده به شما میدیم، برای سنگ و شیشه یک نوع ساماده، برای استیل آلومینیوم یه نوع ساماده و آهن و فولاد، برنز و برنج، هر کدوم از این در واقع مواد، هر کدوم از این محصولها و میتونیم براشون در واقع یک ساماده‌ای که مخصوص همون هست، همون کار هست رو به شما ارائه بدیم. ساماده‌های هزارلای باریک هم اینجا ما خودمون تولید میکنیم که سر دستگاه رومیزیتون میتونید ببندید و باش کار کنید. تا شماره 400 هم میتونیم براتون بزنیم، 600 هم میتونیم براتون بزنیم، یعنی نرمشو. حالا همین ساماده رو با اسکاچ هم براتون تولید میکنیم. همینجوری که مشاهده میکنید این ساماده اسمیدکس یونان هستش.
و اگه بتونید برندش رو پیدا کنم، برندش روش نیست، پیداش نمی کنم و در کلیپ بعدی حتما از سمودهاش براتون رونمایی میکنم. در ادامه میخوام اسکاچ ها رو بهتون معرفی کنم. اسکاچ هایی که در واقع امروزه در صنعت چاقوسازی خیلی مصرف میشه و این نوع اسکاچ های موکتی هستن. همینجور که ملاحظه میکنید اسکاچ های موکتی از زبر تا نرمش موجوده و شما میتونید پرداخت و باربرداری هم حتی با این زبرش داشته باشید. و جدا از این اسکاچ های رول هستن به صورت متری که اینا رو حالا اگه بتونیم رو جمع رولاشو بهتون نشون میدیم. ارزش 150 سانته، یعنی 1 متر و 50 سانت در طول 1 متر که قهوه‌ایش و برندی که چیزی که موجوده از این سبز موجوده، از این قهوه‌ای بغلش نرمه موجوده و از این زرشکی هم الان موجود کردیم. همینطور که میبینین اسکاچ هم از زبر تا نرم کدبندی شده هستن که هر کدومشون برای یک کاری هن. روی فلزات، چوب، حالا ما با این در واقع اسکاچ ها اینجا کارهای تولیدی انجام میدیم، مثل اسکاچ سنباده های زریلی. خب اسکاچ های هزالا رو میخوام بهتون معرفی کنم. این اسکاچ ها در واقع اسکاچش ترکه سنباده‌اش در واقع سنباده اسمیدکس یونانه و سنباده چینی و آلمانی هم میتونیم براتون تولید کنیم. این برند رو قبلا ما از ترکیه وارد میکردیم، اما امروز که میتونیم خودمون تولید کنیم مواد اولیه‌اش از ترکیه میاریم و اینجا تولید میکنیم. حالا شما میخوای سر مینی فرز هم ببندید تا 1.5 سانت هم براتون در واقع تولید خواهیم کرد. این اسکاچ سنباده است با هر شماره سنباده‌ای که بخوای، از 40 تا 1200، 5 سانتش تا 10 سانت تا 20 سانت هم براتون تولید میکنیم. اسکاچ های خالی 100 لایه داره، اسکاچ های ترک 90 لایه داره و اسکاچ های چینی 85 لایه. اما ما اسکاچ 100 لایه میزنیم و به همون قیمت اسکاچ در واقع چینی درجه 1 داریم میفروشیم، اما کیفیت ترکی است. این حالا رنگ‌های دیگه‌اش و سایزهای دیگه‌اش. خب میخوام بریم سراغ چی؟ بریم سراغ سنباده ها. سنباده های پشت‌کرکی رو میتونیم بهتون معرفی کنیم که طیف‌های مختلف و برند خود ما ولکره و شما میتونید از پیج دنیای پولیش تهیه کنید. سنباده های اکسید آلومینیوم که قرمزن چوب و آهنن، سنباده های در واقع
سیلیکون سنبادهای مشکی هستن که برای سنگ و شیشه به کار میرن و یه نوع سنباده زیرکونیوم آبی و سبز داریم که برای استیل آلومینیوم به کار میرن که اونا رو هم الان براتون میارم و بهتون نشون میدم. و اما سنباده ولکر واردات خودمونه. شما میتونید از پیج دنیای پولیش تهیه کنید. به جرئت میگم با کیفیت ترین سنباده نوع بازار SC341 کدشه و این سنباده از 12.5 سانت داره و 15 سانت. بسایش 100 تایی از شماره 60 12.5 از شماره 60 تا شماره 600 داره و 15 سانتش از شماره 60 تا شماره 800. در خدمتتون هستیم برای تهیه این نوع سنباده که برای سنگ‌های کورین، صنایع استیل، صنایع چوب به کار میره. شما میتونید از پیج دنیای پولیش سفارش بدید و تهیه کنید. این نوع اسکاچ رو فراموش کردم بهتون نشون بدم. این نوع اسکاچی که در واقع اختراع خودمونه، برای یکی از مشتریامون درست کردیم. خواسته که 1.5 سانت ضخامت داشته باشه، 7 سنباده 4 اسکاچ و ما اینو براشون انجام دادیم با سنباده شماره 320 و 600 این کار رو براشون انجام دادیم. این ولکر هم باشه که یادتون نره این بهترین سنباده نوع بازاری که وارداتش دست خودمونه. سنباده 11.5 قرمز هم که موجوده. 11.5 قرمز با صفحه‌های کرکی که خودمون داریم تولید میکنیم. حالا فیلماشو براتون میذارم ببینیم که چه اتفاقی میفته. از 36 داریم تا 1200. علی کار داری امروز؟ نه میخوام کمکم کنی. میخوام یه کاری بکنی. یه سری هم پیج دنیای پولیش هم رو بینزم تو تلویزیون رو بشین. خب 360 تا پست دارم 600 تا پست دارم. خب این 600 400 تا دقیقه کلیپ. من 400 دقیقه رو میخوام. 400 دقیقه میشه تقسیم بر 400 دقیقه 10 6 60 600 تا 6 36 تا 7 7 ساعت میشه. درسته 7 روز باشه. میخوام این تلویزیون رو این اینستاگرام رو تلویزیون رو میتونی تلویزیون تلویزیون بعد این پایه هم گرفتم گوشیم رو دارم درست کنم مناسب این کلیپا رو باز کنم و هر کلیپی که گوشیم دارم بیان باز کنم اینجا نشونم فیلم ببینم. یعنی از گوشی اینجا واسه تلویزیونشون بتونی توضیح بدی؟ آره من پای دوربین هم میذارم، تلویزیون هم روشنه، فلش رو بهش وصل میکنی یا گوشی بهش وصل کنی بهت گوشی بهش وصل کنی اتاق خوبه. فلش نور منظورته؟ نه فلش مثلا کلیپا رو ببینی فلش اینکه نه میری با همون اینستاگرام یکی یکی باز کنی. مثلا تو سرم من قرار بدم بیاد اونجا شروع کنی فیلم گرفتن بیاد چیکار کنی بکنم؟ من هم تلویزیون رو کار کن وصل به گوشی. اون دست نزنی علی وایس صدا رو قطع میکنیم. خب اینو الان اینجا این بساطه دست نزن. کاری ندارم میخوام کنترل رو بردارم. آره کنترل رو اینو خاموش کنم. مثلا چند دقیقه شده نیست.